اگه میخوای راز سلبریتی ها و افراد معروفی که چهره خیلی شادابی دارن و بدونی، این ویدیو رو حتما ببین. هلو فیتامینیز، من مهیارم و اینجام تا راز سلبریتی ها و افراد معروفی که چهره شاداب و خیلی جوون و بشاشی دارن و بهتون بگم. شاید فکر کنید که خب خیلی از اینا میرن کلینیک های خیلی گرون قیمت، کار پوستی خیلی گرونی انجام میدن یا اصلا به صورت ارسی پوست و چهره شادابی دارن، در حالی که اینطور نیست و رازی که اینها دارن توی سبک زندگیشونه، چیزی که نه خیلی پیچیده است نه خیلی سخته، اما اثرپذیری بسیار زیادی داره. شادابی پوست یه چیزیه که میتونه خیلی تأثیر داشته باشه روی روحیه ما، روی اعتماد به نفسمون و حتی تأثیر زیادی بذاره روی روابط و تعاملات اجتماعیمون با افراد مختلف. پس موضوع خیلی مهمیه، به خصوص حالا برای آقایون هم همینطوره، اما برای خانوما خیلی بیشتر. و داشتن یه چهره شاداب تماماً برمیگرده به یه چیز، سبک زندگی. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که این سبک زندگی که در واقع راز این افراد مشهور با چهره‌های شاداب هست شامل چه چیزاییه و اگه ما اونا رو رعایت کنیم میتونیم چهره شادابی مثل مال اونا داشته باشیم. چند تا فاکتور هست. اولیش خواب با کیفیته، چون خود خواب باعث بازسازی سلول ها میشه، باعث میشه که پف زیر چشم نداشته باشید، باعث میشه پوست شفافتری داشته باشید و خود تولید ملاتونینی که در خواب اتفاق میفته باعث ترمیم بافت ها میشه. پس خواب با کیفیت بسیار حائز اهمیت برای داشتن چهره شاداب. فاکتور بعدی خوراکی های ضد التهابه که سرشار از آنتی اکسیدان ها هستن، مثل انواع توت ها، مثل سبزیجات مختلف، بروکلی، اسفناج و همینطور روغن زیتون هم یه ماده خیلی مفید و تاثیرگذاره و این افراد سلبریتی ها سعی میکنن که قند رو از برنامه روزانه‌شون حذف کنن. چربی ترانس مصرف نمی کنن یا خیلی کم مصرف میکنن. یه سری خوراکی ها مثل چیپس ها، خب اینا پر چربی ترانسه. و یه جمله معروف وجود داره که میگه پوستت همون چیزیه که تو میخوری، که این نشون دهنده اهمیت خوراکی ها در شفافیت و شادابی چهره ماست. فاکتور بعدی آبرسانی هست. آبرسانی چجوری صورت میگیره؟ این افراد یعنی سلبریتی ها حتما آب زیادی میخورن، اصلا شک نکنید. حداقل 8 لیوان در طول روز آب میخورن. علاوه بر این آبرسانی به پوست هم اگر در کنار این انجام بشه که خیلی ها این کار رو انجام میدن، خیلی نتیجه شگفت انگیزتر خواهد شد. یعنی این آبرسانی هایی که توی بازار هست، شما خیلیاتون استفاده میکنید که توش هیالورونیک اسید داره، نمیدونم آلوئه ورا داره و چیزهای مختلفی که باعث حفظ رطوبت در لایه‌های پوست میشه و در نهایت شفافیت رو بالا میبره و قدرت و میزان ارتجاعی بودن پوست هم زیاد میکنه. فاکتور بعدی انجام حرکات فیس یوگا هست. کارهایی انجام میدن که خون رسانی به عضلات صورت بیشتر انجام بشه. فیس یوگا باعث افزایش خون رسانی میشه. مثل چی؟ مثل حرکت زبان روی پوست این قسمت یا گونه از داخل. این خودش یه جور ماساژه که میتونه خونرسانی رو افزایش بده، یا ماساژ هایی که شما میتونید با انگشت انجام بدید. اینا خودش یک سری حرکاته که میتونه خیلی کمک کنه و موثر باشه و خیلی ها این کار رو انجام میدن. چون نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی شه، توی یه ویدیوی دیگه سعی میکنم کلاً حرکات مربوط به فیس یوگا رو بهتون آموزش بدم در آینده نزدیک. فاکتور بعدی مدیتیشن و کنترل استرسه یا کاهش استرس. خود این فرایند مدیتیشن میتونه کمک کنه به کم شدن استرس، که خود استرس باعث ترشح کورتیزول میشه که کورتیزول دشمن کلاژنه. یعنی عملا وقتی شما تو شرایط استرس زایی قرار بگیرید و این طولانی مدت باشه، به پوستتون و شادابی چهرهتون هم آسیب وارد میشه. خب فاکتورایی که گفتم تمام چیزایی بود که
این افراد استفاده میکنن که چهره شادابی داشته باشن. حالا در ادامه چند تا نکته طلایی میخوام بهتون بگم که اگر رعایت کنید خیلی عالی میشه و تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. اولیش استفاده از ضد آفتاب در فضاهای بسته حتی میتونه خیلی کمک کنه به حفظ شادابی پوست، چون به هر حال شما وقتی توی فضای بسته هستید، آفتابی که میتابه داخل، نوری که میاد، اشعه یووی در واقع داره وارد اون فضا میشه که میتونه به پوست آسیب بزنه. پس حتما ضد آفتاب استفاده کنید. در حد SPF 30 کفایت میکنه. چک کنید که زینک اکساید و دی اکسید تیتانیوم توش باشه. این دوتا ترکیب حتما باید باشه. نکته بعدی استفاده از ماسک های خانگی مثل ماسک آووکادو و عسل هست که البته خب یه مقدار ماسک گرون قیمتی به حساب میاد، اما ماسک های دیگر هم شما انجام بدید و تست کنید بازم تاثیر داره و خیلی مفیده. سعی کنید نور اتاق خوابتونم تنظیم کنید که وقتی میخواید بخوابید هیچ نوری نباشه از نورهای آبی که از صفحات گوشی و تبلت و لپتاپ و تلویزیون اینا ساطع میشه دوری کنید قبل خواب. 1 ساعت قبل خواب اینا رو بذارید کنار تا بتونید خواب با کیفیتی داشته باشید و از آلودگی های محیطی دوری کنید. یعنی روزایی که خیلی هوا آلوده است سعی کنید بیرون نرید. اگر مجبورید حتما از ماسک N95 استفاده کنید و توی خونه هم گیاهایی مثل سانسوریا و آلوئه ورا بذارید چون اینا قابلیت تصفیه کنندگی هوا رو دارن. خب این همون راز سبک زندگی سلبریتی ها بود که اگر رعایت کنید مطمئن باشید تا حد زیادی شما هم میتونید چهره شادابی مثل اونا داشته باشید. و ازتون میخوام در انتهای ویدیو بهم بگی که تو برای شادابی پوستت چی کار میکنی. توی کامنت برای من بنویس. اگه سوالی داری، نقدی، انتقادی، پیشنهادی حتما بنویس. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن. سابسکرایب یادت نره. من هستم تا ویدیوی بعد که دوباره همدیگه رو ببینیم.